محمد کاتب هست. فیض محمد مغول فرزند سید محمد مغول. کاتب چیزی است که لقبی است که او را حبیب الله خان و الان متنش اینجا به شما روان کرده، میتونین بعدا منتشر بکنید. حبیب الله خان کلمه کاتب لقب برش داد که بنویسد، نام اصلیش که کتابت بکنن فیض محمد مغول فرزند سید محمد مغول هست و خود اونم می نویسته که در کتاب نژادنامه افغان که اونجا نوشته با یک عقده و کینه زیادی هم که نسبت به تاجیکا داشته و داره، اونجا تاجیکا رو، قیامهای تاجیکا رو علیه این استبداد همیشه به اصطلاح بدگویی هم کرده، علیه تاجیکا یک دشمنی نفرت محض، ولی خب طبعا نسبت به قوم خودش که صادق بود از 100% نوشته که توایف هزاره که 12 تا هستن از قوم مغول و تاتار هستن و خودش هم مغول میدانه، پسوند نامش از سید محمد مغول، نام پدرش هست. الان این هزاره های امروزی میدونی چیکار میکنن؟ اینو حذف میکنن وقتی که مینویسن. این گذشته اینکاری چیه؟ مثل که پدرتو اینکار کنی. پدرتو حرمت کو، گذشته تو حرمت کو، تاریخ تو حرمت کو. مگه مغولستان الان کشور مغولستان خودشو که چنگیز از اونجا آمده خودش حذف کرده؟ هزاره. این دومین عرض من که نام آقای فیض محمد کاتب مغول بود، جناب مامونسه. و در پاکستان که هزاره های پاکستان کمی آقای شریعتی خودش از همونجا هستن، تنظیمی دارن به نام تنظیم نسل نو مغول. بله بله. در سال 1950 تأسیس شده، از باسوادای اونام بودن، ماویسا بودن و تا هنوزم ادامه داره. تا هنوزم اونا 100% معتقد هستن که اینا مغول هستن. در آثار تماما حوزه جنوب غرب آسیا و جنوب شرق آسیا، هندی ها، پاکستانی ها، کلا از هزاره ها با هم مغول یاد میشه. در آثار انگلیس ها، کلا خاورشناسان غربی، کلا هزاره ها به نام مغول یاد میشه و همه معتقدن. ولی نمی آقای عبیبی یک شجره خبیثه را کاشت، اینمی بقیه مثلا چند نفر روشنفکری به اصطلاح نه